In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creators, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 12 English Book, Unit 2, Lesson 5, Part 1, Page 24. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز. امیدوارم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 12 فصل دوم، درس 5 بخش اول، صفحه 24 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم و درس جدید خود را آغاز کنیم، یک مرور کوتاه داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, we have studied one section, and that section was reading. ما و شما در درس گذشته صرف یک بخش را آموختیم و او یک بخش reading یا خواندن بود. واقعا یک درس جالب بود که ما و شما طی 2 جلسه کور کردیم، پوشش دادیم، خواندیم و یاد گرفتیم. راجع به conservation، حفاظت یا نگهداری بود که ما و شما آموختیم و یاد گرفتیم که حیوانات و موجودات و نباتات زیاد است که در معرض خطر قرار داره و ما و شما باید حفاظت کنیم و متوجه باشیم. در کل میتونیم بگوییم یک درس عالی بود. بیاین که کوتاه موارد درس امروزی خود را بررسی کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we will study one section and that section is word study. شاگردان نهایت عزیز، ما و شما در درس امروز قرار است که یک بخش را بیاموزیم و باز همون یک بخش word study و مطالعه کلمه است. همتان دیگه با word study و مطالعه کلمه آشنایی دارین که قرار است ما و شما کلمات جدید یاد بگیریم، موارد استفاده او کلمات را در جملات یاد بگیریم، اکتیویتی ها می داشته باشیم، بعضا فعالیت ها می داشته باشیم که ما و شما انجام میدیم. و درس امروز ما و شما باز هم درس عالی است، درس جالب است. میریم کلمات جدید و نو یاد میگیریم. پس بیاین که بریم و بخوانیم. اما قبل از اینکه بریم درس خود را آغاز کنیم، کارهای خانگیتان شاگردای عزیز روی میز باشه. من میایم و کارهای خانگیتان را میبینم. قلم، پنسل، کتاب، کتابچه، همه چیز آماده. بیاین بخیر به صفحه 24 کتابتان که درس امروز خود را شروع کنیم. بریم و کلمات جدید یاد بگیریم. word study، مطالعه کلمه. ما براتون میخوانم، معنا میکنم، پنسلایتان همراهتان باشه. معنایش را میتونین که نوشته کنین. کلمه اول ما شما یا لغت اول ما شما. Deforestation. It's noun. Destroying or cutting down forests. Deforestation چی معنا میده؟ در خصوص باید بگوییم که اسم هست، یعنی تخریب یا قطع جنگل ها، قطع درختان. به این میگن deforestation. درست؟ مثالش را دقت کنین. Deforestation causes many animals to lose their homes. تخریب جنگل ها باعث می شود بسیاری از حیوانات خانه های خود را از دست بدهند. ما شما لغت را، کلمه را آموختیم. deforestation معنایش را هم فهمیدیم و همچنان در جمله هم استفادهش کردیم. کلمه بعدی ما شما en. Its prefix. The first meaning is put into or get into. کلمه بعدی ما شما en. خب en پیشوند هست، درست؟ معنای اولش است، یعنی وارد کردن یا وارد شدن به، درست؟ en. متوجه باشین بچه ها که ای prefix هست، یعنی پیشوند. مثالش را که شما دقت کنین خوبتر و بهتر درک میکنین که پیشوند یعنی چی؟ یعنی چی معنا میده؟ He endangered. متوجه هستین؟ endangered. He endangered their lives by driving too fast. او با رانندگی با سرعت زیاد جان اونا را به خطر انداخت. متوجه شدین؟ endangered یعنی وارد کردن یا وارد شدن. ما شما prefix یا میتونیم بگیم پیشوندش را خواندیم en. داریم ما شما danger endanger یعنی به خطر انداختن. او با رانندگی پرسرعت خود
جان اونا را به خطر انداخت. پیش میریم معنای دومش cause to be یعنی باعث شدن، باعث یک چیز شدن. مثالش را دقت کنین. He enlarged his house by adding 2 rooms. او خانه خود را با افزودن 2 اتاق بزرگتر کرد. متوجه شدین؟ باعث شد یعنی خانهش بزرگتر شد با افزودن 2 اتاق. چی شد؟ خانهش بزرگ شد. پیش میریم کلمه بعدی endanger. Endanger is verb and it's regular verb. Okay? Put someone or something in danger. Endanger فعل هست. فعل با قاعده است. اصلا ما صلاح نمیبینیم که دیگه فعل با قاعده و بی قاعده یا فعل منظم و نامنظم را براتون تشریح کنم. بسیار ساده است. خب گفتیم که فعل هست، فعل با قاعده یعنی endanger کسی یا چیز را به خطر انداختن، به این میگن endanger. کلمه بعدی ما شما fertilizer. Fertilizer is noun, a substance that farmers put on their land to make the plants grow better. خب fertilizer چی معنا میده؟ fertilizer it's noun، اسم هست یعنی ماده‌ای که دهقانان برای رشد بهتر نباتات یا درختان در زمین پاش میدهند، به این میگن fertilizer. مثالش را دقت کنین. کود برق as a company in Mazar Sharif industrial city. It produces fertilizer. کود برق یک شرکت در شهر صنعتی مزار شریف است. کود تولید می کند. کود برق یک شرکت است و کود تولید می کند. کود دیگه نیاز نیست که من براتون تشریح کنم. کود کیمیایی که در زمین ها، در مزارع، در میتونیم بگوییم حتی برای درختان هم نیز استفاده میشه تا ای که بهتر خوبتر رشد کنن. پیش میریم اکتیویتی داریم. Name the kinds of fertilizer. Name the kinds of fertilizer. انواع کودها را شما نام میگیرین. فکر کنین انواع کودها را شما حتما انواع کودها را نام بگیرین. پیش میریم لغت بعدی forest. Forest it's noun, a large area full of trees. forest اسم هست یعنی یک منطقه بزرگ با داشتن درختان زیاد، به میگن forest. forest چگونه یک جای است؟ یک منطقه است که دو منطقه درختان بسیار زیاد باشه، به اینجا میگن forest. مثالش را دقت کنین. Canada has many large forests. کانادا دارای جنگل های بزرگ است. یک اکتیویتی داریم باز هم، فعالیت. Where else in the world can you find large forests? در کجای دنیا می توانید جنگل های بزرگ را پیدا کنید؟ یک مثال آورده شد که کانادا دارای جنگل های بزرگ است. و در اکتیویتی در بخش فعالیت بر ما شما گفته شده که در کجای دنیا می توانید جنگل های بزرگ را پیدا کنید. حتما پاسخ بدین شاگردای عزیز. پیش میریم کلمه بعدی ما شما لغت بعدی. Guatemala. It's noun, a country in Central America. Guatemala چی معنا میده؟ Guatemala اسم هست. اسم یک کشور است. Guatemala یک کشور است در آمریکای مرکزی. کلمه بعدی ما شما gun. Gun it's noun, an instrument which shoots through a long metal tube. gun اسم هست، فعل نیست، متوجه باشین. یک وسیله است که از طریق یک لوله فلزی بلند شلیک می کند. به این میگن gun. یعنی یک وسیله است که از طریق لوله فلزی از او بلند شلیک میشه. پیش میریم مثالش را دقت کنین. Soldiers must all learn to use guns. همه سربازان، تمامی سربازان باید استفاده از اسلحه یا تفنگ را یاد بگیرند. مثال بعدیش British policemen do not usually carry guns. پلیس بریتانیا معمولاً اسلحه حمل نمی کنند. یعنی بعضی کشورها هست که پلیساش همیشه وقت
اسلحه حمل میکنه همراه خود. هر طرف که میرن اسلحهشان هست همراهشان. اما پلیس بریتانیا معمولا اسلحه حمل نمی کنند. اکتیویتی داریم باز هم. What kinds of guns do soldiers, hunters and policemen use? اکتیویتی داریم. فعالیت. سوال شده. سربازان، شکارچیان و پلیس ها از چه نوع تفنگ های استفاده می کنند؟ آیا تمام ای اشخاص را که ما شما نام بردیم تمام اینا از یک نوع اسلحه، از یک نوع تفنگ استفاده می کنند؟ از یک نوع تفنگ کار می گیرند یا نه؟ تفنگ هایشان مختلف است، متفاوت است و تمام اینا از یک اسلحه یا تفنگ البته از یک نوع استفاده نمی کنند. حتما پاسخ بدین شاگرد عزیز. خب کلمه بعدی ما شما ماشین گن. قبل از اینکه بریم و معنای ماشین گنز ای را بدانیم به طرف تصویر نگاه کنین. ببینین نوشته شده. اگر کتابای شما رنگه باشه شاگرد عزیز خوبتر دیده میتونید. اگر کتاب های به اصطلاح سیاه و سفید باشه تصویر درست معلوم نمیشه. خب به هر صورت تصویر را ببینین. Different kinds of guns. انواع مختلف تفنگ ها. ببینین a rifle، a machine gun و اسلحه دیگه هم هست a pistol. سه نوع اسلحه هست درست؟ a rifle, a pistol and a machine gun. machine gun متوجه باشین که چگونه یک اسلحه هست. خوب دقت کنین بچه. دیدین؟ بیاین که بریم و لغتش را، کلمهش را، معنایش را بدانیم. machine gun, it's noun. a gun that shoots very fast. See the picture above. machine gun اسم هست درست؟ تفنگی که خیلی سریع شلیک میکند. بر ما شما گفته شده که تصویر بالا را ببینین. ما شما قبلا روی تصویر بحث کردیم و تفنگ ماشیندار یا میتونیم بگیم تفنگی که خیلی سریع شلیک میکنه را ما شما دیدیم. یعنی این اسلحه است که ماشیندار برش میگن. به اصطلاح عام برش میگن تفنگچهای ماشیندار یا میگن اسلحه های ماشیندار. خب شاگرد عزیز این بود از بخش اول word study و مطالعه کلمه که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بخش بعدی باشه بر روز بعدی که انشالله کور میکنیم، میخوانیم و یاد میگیریم. وقتش رسیده درس امروز خود را جمع بندی کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied one section and that section was word study. ما شما در درس امروز یک بخش را آموختیم و او بخش word study و مطالعه کلمه بود که خواندیم، یاد گرفتیم و آموختیم. وقتش رسیده بریم به طرف کارهای خانگی. کارهای خانگی رو بگویم نوشته کنین، درس امروز خود را ختم کنیم. کتابچه کارخانگیتان آماده؟ نوشته کنین homework، کار خانگی. Write the word study of page 24. مطالعه کلمه صفحه 24 را قسمت اولش را ما شما که خواندیم امروز در کتابچه‌های کارخانگیتان با خط مقبول زیبا نوشته کنین. خب شاگردای نهایت عزیز، شاگردای لایق ما، این بود درس امروز ما شما. خدا کنه که درس امروز یاد گرفته باشین، کارهای خانگی فراموشتان نشه، درس‌هایتان هم بخوانین و مرور کنین تا درس آینده باز هم یکی دیگه خود می‌بینیم. شما را به الله یکتا و به همتا می‌سپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه می‌گیریم.